بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا إنا نسألك الهداية والتقى والشهادة في سبيلك وأن تغفر لنا وأن تجعل أحسن يوما في أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. دوستان عزیز، خواهران گرانقدر، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس امروزی موضوع نواقض ایمان، یکی از نواقض یا شکننده های ایمان که ایمان انسان از بین میبره، ایره برتریت دادن قوانین ساخت انسان بر شریعت الهی هست. دوستای عزیز، این در جمله نواقض ایمان است، یعنی ایمان انسان مشکنانه. وقتی که یک کسی قانون وضعی را، قانونی که انسان ها را ساختن با عقل خود، با منطق خود و با فکر خود، و این قوانین ضد حکم الله هست، ضد قرآن عظیم الشان است، ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ضد شریعت الهی هست. اینال اگر کسی این قوانین برتریت میده به شریعت الهی، این در جمله نواقض ایمان می باشه، یعنی این انسان از دایره ایمان خارج میشه. و امروز بزرگترین مصیبتی که بالای مسلمان ها هست، هزارها و میلیون ها انسان دعا میکنه، دعایش قبول نمیشه و الله رجوع میکنه، میخواه از الله، الله برش نمیده، الله نصرت نمیکنه و الله غضب خدا نازل میکنه. علتش چی هست؟ علت اساسی همی هست که بسیاری کسا به اساس برتریت دادن قوانین ساخت انسان بر شریعت الله هست. این انسان ها بسیاری از دایره ایمان خارج میشن. وقتی که انسان ایمان نداشت، دعایش قبول نمیشه. وقتی که انسان ایمانش نقص شد، مثل از این است که یک نفر وضو شکسته باشه، 1000 رکعت نماز بخونه، یک رکعتش هم قبول نمیشه، باید پس از هر روزه وضو بگیره. و به این شکل است مشکل که هزارها و میلیون ها انسان مسلمان دعا میکنه، دعایش قبول نمیشه و مدد الهی کتش نیست. چرا؟ به خاطر ازی که بسیاری از مردم به این ناقض یا به این شکننده از شکننده های ایمان مبتلا هستند، ولی نمیفهمند، و یا میفهمند به تفاوت هستند و پروا ندارند. مثل که یک نفر وضوش بشکنه، باز اونجا نماز بخونه، شما برش بگوین که برادر وضویت شکست، به شما ثابت است این به این دلیل وضویتو مشکنه؟ میگه که نه، وضوی من نمشکنه، من یک دفعه که وضو گرفتم خلاص دیگه وضوی من ابدا نمشکنه. پس اینالی اگر هر قدر نماز بخونه، نمازش چی میشه؟ نمازش قبول نمیشه. و دعای انسان مؤمن، الله میگه ادعونی استجب لکم، شما از من طلب بکنین من به شما اجابت بکنم. فلیستجیبوا لی، پس این بنده ها باید احکام مرا اجابت قبول بکنن، احکامی که از طرف من نازل شده ایره قبول بکنن، بعد از اون دست دعا به بارگاه ما روان بکنن. اما ای که مثلا یک نفر میگه من قانون آسمانی را قبول ندارم، قانون باید زمینی باشه،
انسانها بسازه و به این قانون قناعت داشته باشه و این را قبول بکنه، این در جمله نواقض ایمان هست. خواه انسان حاکم باشه، رئیس رهبر باشه، رئیس جمهور باشه و هر کسی که باشه. دوستای عزیز، مشکل اساسی امروزی هست که بسیاری کسا همین شریعت الله را چی میکنن؟ تغییر میتن. 20 سال پیش یک قسم تبلیغ بود، امروز دیگه قسم تبلیغ میکنن. 20 سال پیش وقتی که حاکم برش اجازه میداد که احکام الله را درست بیان بکنه، درست بیان میکرد. امروز وقتی که حاکم سرش فشار میره، پادشاه یا رئیس جمهور یا کلا سرش فشار میره که تو باید دیگه پا نزنی، پس بالاخره ای میخیزه و از امی حاکمه که یعنی رهبره که یا رئیس جمهوری که یا پادشاهی که در نواقض از نواقض ایمان داخل شده است، او را باز چی میگه؟ میگه که ای حاکم ما هست و از این باید اطاعت بکنیم. خب به خاطر اینکه که دوستای عزیز گپا از من نباشه، من زیادتر یک مقدمه را بیان میکنم، لکن من میخوایم که همین آیات قرآن که وقتی ما شما خواندیم در درسای قبلی هم که الله متعال آدم علیه السلام به خاطر گفت این جاعل فی الارض خلیفه، در زمین خلیفه هست، و بالاخره هم تو داوود علیه السلام برش میگه یا داوود و انا جعلناک خلیفه فی الارض، این داوود ما تو را خلیفه در زمین نازل کردیم، مبعوث کردیم. به خاطر چی؟ لتحکم بما انزل الله. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وقتی که آمده است برای چی است که حکم مطابق ما انزل الله بکنه. این ما شما در سای قبلی کل آیاتش هم خدمتتان بیان کردیم. حال با همه قدر آیاتی که حکم باید مطابق قرآن و سنت باشه، مطابق شریعت الهی باشه. یک نفر امی حکم قبول نمیکنه، عوضش قانون دیگر میاره. به اینکه در این راستا مثلا حکم اسلام چی هست و علمای اسلام چی گفتن. مثلا شیخ محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف آل شیخ متوفای 1389 هجری قمری، این یک کتابی داره به نام رسالت و تحکیم القوانین. این حال بسیاری وقتا کسایی که بحث میکنن اینه میره من خوانده میرم و براتان ترجمهش گفته میرم. وظیفه ما همی است که این عالم است، این مفتی هست و گپ از این سند است و این یکی از مفتیای بزرگ عربستان چندین سال پیش بوده است. این حال ای در سال 1389 هجری قمری وفات کرده. این حال 1400 تقریبا 44 است که 1445 میشه بخیر. این حال ای سال که 1344 هست شما ببینید که تقریبا ایده 89 1389 1399 1409 1389 1399 10 سال 1409 20 سال 1429 30 سال تقریبا یعنی 40 سال چند سال پیش همین فتوای ازی هست. اینال اسلام که هست این مثلا 40 سال پیش 45 سال پیش وقتی هم یک فتوا را داده. خب حالا ما و شما مییم سر از این بحث میکنیم که این عالم وقتی که همین فتوا را داده و این مفتی بزرگ هست امروز هم عین فتوا هست، حکم الله تغییر نمیکنه. این کتاب میگه که این عالم شروع میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، میگه و من الممتنع ان يسمي الله سبحانه الحاکم بغیر ما انزل الله کافرا ولا یکون کافرا. میگه این ممتنع هست، ناشد است که الله یک کسی که او مخالف ما انزل الله، مخالف قرآن و سنت، مخالف وحی الهی این حکم میکنه الله سبحانه و تعالی این را کافر گفته باشه
و با این بازی کافر نشه یا کافر گفته نشه. بل کافر مطلق، میگه این کافر است مطلقاً، اما کفر عمل و اما کفر اعتقاد. میگه دو قسم است، یکی کفر عمل است و یکی کفر اعتقاد است. و ما جاء عن ابن عباس رضی الله عنهما، میگه از ابن عباس رضی الله عنهما فی تفسیر هذه الآیه، وقتی که آیات قبلا ذکر میکنه که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، میگه وقتی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه از روایت طاووس و غیره یدل علی ان الحاکم بغیر ما انزل الله کافر، کسی که بغیر از حکم الله حکم میکنه این کافر است. اما کفر اعتقاد، یا میگه این کافر کفر اعتقاد میشه، ناقل عن المله، که از ملت اسلام میکشه. و اما کفر عمل، یا کفر عملی هست که لا ینقل عن المله، که از ملت اسلام نمیکشه. یعنی ما و شما اهل سنت عقیده ای است که در عمل که است، یکی کفر عملی هست و یکی کفر اعتقادی. اینالی بیان میکنه که کفر اعتقادی که هست، این انسان از دایره ایمان میکشه، از دایره ایمان انسان میکشه. و کفر عملی که مثلا یک نفر به خاطر خواسته های نفسی خود یک کار میکنه و عقیده نداره، باز این اگر کفرام استعمال شده برش، این کفر عملی هست. مثلا یک نفر از روزه انکار میکنه، این کفر انکار است. روزه میگه چی به درد میخوره و روزه نمیگیرم، چطور است، هیچ فایده نداره و هیچ قبول ندارم، این کافر میشه. اما یک نفر دیگه میگه من روزه را قبول دارم، حکم روزه را قبول دارم، روزه درست است، لکن نفسش سرش غلبه میکنه، روزه را میخوره. پس اینه برش میگیم که تو گناهگار هستی، چرا که تو خو انکار نکردی، گناه کردی. متوجه هستین؟ اینال اینجا این عالم میگه که اینال دو قسم شد کفر، یکی کفر اعتقادی شد و یکی کفر عملی شد. و این انسان باید بفهمه که من خودم در این مبتلا نشم. و اما اگر یک کسی را الله او را کافر گفته باشه و او را باز یک مسلمان نگویه که کافر است، او را بگه ای تو مسلمان هستی، باز تکذیب میکنه الله و رسولش. از این خاطر علمای را تشریح کردن و این عالم بزرگ است و این را تشریح میکنه. خب اما الاول و هو کفر الاعتقاد فهو انواع. میگه اما اولش که کفر عقیده هست که مربوط به عقیده میشه، این چند قسم است. احدها ان یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله احقیت حکم الله و رسوله. اولی است که یک کسی انکار میکنه حق بودن حکم الله و رسولشه. مثلا میگه که حکم الله هم، مثل اکثر کافرها همین قسم هستن و حکم الله را میگه ما نه قرآن قبول داریم، نه حدیث قبول داریم، نه پیغمبر قبول داریم، این کافر است. خب و هو معنی ما روی عن ابن عباس و اختاره ابن جریر. میگه این معنای امی قول ابن عباس است که ابن جریر میگه که ان ذلك هو جحود ما انزل الله من الحکم الشرعی. میگه این انکار ما انزل الله است از حکم شرعی، میگه انکار کرده. خب و هذا ای عالم حالا چی میگه؟ ای عالم مفتی میگه و هذا ما لا نزاع فیه بین اهل العلم. میگه در این اختلاف بین اهل علم نیست که این کافر است. یعنی بسیاری وقتا مثلا در افغانستان وقتی که کمونستا آمدن، میشنیدیم از زبانشان که اونا میگفتن که ما قرآن کار نداریم و تا قرآن در زمین منداختن و زیر پای خود میکردن. در وقتی که روسا بود، باز وقتی که روسا رفت، باز کمونستا هم تغییر کردن. گدا اگر تواضع کند خوی اوست. یعنی وقتی که روسا بود در افغانستان، اینا قدرت داشتن، حکم ما انزل الله را قبول نداشتن و قرآن و سنت انکار میکردن. این حال کسی که قرآن و سنت انکار بکنه و کلمه هم بخونه، با این حساب چی میشه؟ این مرتد میشه. بناهن این عالم چی میگه؟ میگه و هذا ما لا نزاع فیه بین اهل العلم. میگه در بین ازید در این مسئله که است بین اهل العلم یعنی علما اختلاف نیست، نزاع نیست.
فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم، میگه اصولی که متفق علیه هست در بین علما چی است؟ ان من جحد اصلا من اصول الدین او فرعا مجمعا علیه، میگه متوجه باشه اگر کسی یک اصل از اصول دینه، یک اصل از اصول دین، الله باشه یا ملائکه باشه، آمنت بالله باشه یا ایمان به ملائکه باشه یا کتاباش باشه یا پیغمبرها باشه یا به بعث باشه یا به حشر باشه یا به آخرت باشه، به این کس مثلا از این انکار میکنم او انکره او فرعا مجمع علیه، یا یکی از فروعات الدین که اجماع بالایزو شده که اینمی در دین هست، اساس در اصل دین است، این را انکار میکنن، نماز، روزه را، حج، زکات، جهاد، شهادت، اینا رو کلش انکار میکنن که یا چی هستن؟ مجمع علیه هست که از دین است. او انکر حرفا مما جاء به الرسول صلی الله علیه و سلم قطعیا، یا یک حرف از آن چیزی که رسول الله سم آورده قطعی، مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش قرآن نازل شده، اینالی قرآن انکار میکنه، یا احادیث صحیحه متواتره هست قطعی، این رو انکار میکنه. پس این انسان چی هست؟ فإنه کافر، خواب کافر الکفر ناقل عن المله، میگه کافر هست که کفرش ناقل از ملت است، یعنی کافر هست که ایره از اسلام میکشه. پس این درجه یک شد. یعنی اگر یک حاکم یا یک کسی قانون غیر الله را میره قانون دیگر را تطبیق میکنه، از پیشش پرسان میشه که شما چرا شریعت تطبیق نمیکنین، این قانون را تطبیق میکنین؟ این میگه که والا من شریعت و قرآن و سنت گپا را قبول ندارم، من اینمی قانون آوردیم، اگه قانون انگلیس است یا قانون امریکا هست یا قانون روس است یا قانون چین است یا قانونهای سابقه هست یا قانون مختلط است، این رو من تطبیق میکنم، چرا قرآن و سنت تطبیق نمیکنیم؟ میگه که این قبول ندارم قرآن و سنت. این قسمتی عالم میگه که اینمی انسان کافر میشه. خب این میگه هیچ علما اختلاف ندارن و مجمع علیه ای کافر است. خب این آسان شد فهمیده. الثانی دوم ان لا یجحد الحاکم بغیر ما انزل الله کون حکم الله و رسوله، میگه یک کسی، یعنی کسی که بغیر ما انزل الله به قوانین وضعی حکم میکنه، کسی از پادشاه هست، رئیس جمهور است یا کلان است یا مشر است یا رهبر است یا هر چیزی که هست، این بغیر ما انزل الله حکم میکنه. از پیش دومیش پیش پرسان میکنیم که خب شما چرا شریعت الله را تطبیق نمیکنین، قرآن و سنت و شریعت تطبیق نمیکنین؟ و الله متعال گفته که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت بکم الاسلام دینا. الله یک دین کامل جامع که در تمام بخشای زندگی برش حکم داره و ای باز مثلا سنتی رو تشریح کرده و اجماع علمای اسلام ای رو تشریح کرده و علما کل ازی رو بیان کرده، شما چرا مطابق قرآن و سنت حکم نمیکنین؟ این دومی هست. این چی میگه؟ این میگه من انکار نمی کنم آنچه که به غیر ما انزل الله هست، لکن اعتقد ان حکم غیر الرسول صلی الله علیه و سلم احسن من حکمه، لکن این میگه که همین قوانین فعلی که است این بهتر است نسبت به شریعت. این قسم استدلال میکنه. وقتی از پیش پرسان میکنین چرا شما شریعت تطبیق نمیکنین؟ و میگه برادر این قانون کال فعلا جور شده، این مردمای است. یک وقتی یک کمونیست همراه ما بحث میکرد و برای ما گفت که برادر رو قانونی که 1400 سال پیش جور شده، آل قانونی که فعلا جور شده، این قانون بسیار خوب از خودش کمونیست بود و میخواست ما رو دعوت بکنه به طرف کمونیسم. دعوتم کرد که شیشتیم و پرسانش کردم که مثلا شریعت الهی او خودش برای ما شروع کرد، گفت قانون 1400 سال پیش جور شده، ما او رو تطبیق نمیکنیم، آل قانونی که نو ساخته شده هست، این مردمای بسیار روشن فکر، مردمای فهمیده، متخصصین این قانون ساختن، پس او قانون کونه شده، این قانون خوبش هست، پس از این خاطر ما این قانون رو تطبیق میکنیم. لکن متوجه هستین ما انکار نمیکنیم که قرآن و سنت درست است، او رو انکار نمیکنیم، بله قرآن است و سنت است،
لکن اعتقادش چی است که این حکمی که عالم شه ای از او کده بهتر است و اتم و اشمل، ای تمامتر است و شاملتر است، کل بخشار شامل است. این قانون جدیدی که مثلا روسا وقت ساخته بود، اتحاد شوروی او را میگفت، و یا قانونی که امریکا ساخته، یا قانونی که ملل متحد ساخته، یا قانونی که فرانسه ساخته، یا قانونی که ایتالیا ساخته. بنان او قانون ما میاریم که او قانون بسیار مفصل است و بسیار جزئیات است. از این خاطر ایره چی میگم؟ احسن و اتم و اشمل. میگه این قانون از او که بهتر است و کاملتر است و شاملتر است. خب لما یحتاجه الناس من الحکم بینهم عند تنازع. میگه وقتی که مردم اختلافاتی گپا دارن دیگه این قانون خوبتر است و کاملتر است. این قانون نو نسبت به شریعت الهی، اما مطلقا او به نسبت الى مستجد من الحوادث. یا میگه مطلقا این خوب است، یا میگه نسبت به این که در چیزای حوادث نو، واقعای جدید آمده، بناهن در این قوانین جدید ساخته شده هست. بناهن با قرآن و سنت و شریعت در طاق میگذاریم و مطابق از این حکم میکنیم این کاملتر و خوبتر است. التي نشأت ان تطور الزمان و تغییر احوال. این دلیل از اوناست. اونا میگه که این قانون جدید شاملتر و کاملتر و خوبتر است، مردم احتیاج دارن و در وقت اختلافات مردم به این ضرورت دارن، یا مطلقاً از او کده خوب است، یا نسبت به این که حوادثی که مثلا روز به روز مثلا واقعات جدید میشه و در قوانین جدید که است، این حادثات کلش در جای به جا هست، چون زمان تغییر کرده و احوال تغییر کرده. اینه به این سبب این دلیل میگه. عالم چی میگه؟ خب میگه این شخصی که به این عقیده هست که این حاکم است، این رهبر است، رئیس جمهور است یا پادشاه است، وقتی که همراهش صحبت بکنی این قسمی استدلال میکنه و میگه من قرآن و سنت انکار نمیکنم، من ایمان دارم، مسلمان هستم، کلمه میخوانم، یعنی بر لا اله الا الله میخوانم، محمد رسول الله میخوانم، اونجا قرآن ماندگی است، نماز میخوانم، روزه میگیرم، لکن دلیل من میگه این است که من این قانون جدید به خاطر از این تطبیق میکنم که از او قانون شریعت کرده، از او که این کاملتر است، بهتر است، شاملتر است، کل حوادث و کل مسائل روز و کل از اینا را در بر میگیره. به این خاطر وقت تغییر کرده، حالات تغییر کرده، این حال من این قوانین در اون نیست، یعنی در اون نقصان است. پس من این قانون کامله بر شما که قانون امروزه هستی را گرفته، مثلا یا از فرانسه هست یا از امریکا هست یا از فلان جای است. عالم میگه که اگر کس همین گپ میزنه، ببین انکار نکرد، لکن این قسم گپ گفت، میگه و هذا ایضا لا ریب انه کافر. میگه این شک نیست که این کافر است، یعنی کفر اعتقادی است، چون این دوم مسئله کفر اعتقادی است. ما شما هنوز در کفر عملی نامدیم، به زور تشریح میکنیم. کفر اعتقادی اولش که بیخی کاملا انکار میکرد، دومش انکار نمیکنه، لکن میگه که این از او کده چی است؟ کاملتر و بهتر و شاملتر هست و تمام حوادث در بر میگیره. از او خاطر او کس به ایمانا که ناقص هست، نمیتونه که جوابگوی عصر ما باشه. پس این عالم میگه که شک نیست، لا ریبه، در این هم میگه شک نیست که انه کافر، ای کافر است. لتفضیله احکام المخلوقین التي هي محض زبالة الاذهان و صرف و حثالة الافکار على حکم الحکیم الحمید. میگه به خاطر از این کافر میشه که این قوانینی که ای از کثافت‌دانی عقل‌های ناقص انسان‌های خودخواه و خودغرض ساخته شده است. این قوانین چی میکنند؟ برتریت میدن نسبت به احکام ذاتی که حکیم است، الحکیم و الحمید است. یعنی صفت حکیم الله را انکار میکنه که احکام الله حکیمانه نیست، فقط به یک اثر کفایت میکرد، به این ما کفایت نمیکرد. صفت حمید الله را انکار میکنه که او صفات کاملی که الله متعال داره و حکمش برای روز قیامت قابل تطبیق است، این انکار میکنه. پس در این صورت این انسان چی میشه؟ میگه این کافر است و از دین اسلام چی است؟ کافر شده. و این همین عالم بازال تشریح میکنه، میگه و حکم الله و رسوله لا یختلف فی ذاته باختلاف الازمان. میگه حکم الله و رسولش با اختلاف زمان که مثلا 400 سال پیش بود و آله هست، میگه به این تغییر نمیکنه و تطور الاحوال، حالات انسان ها تغییر نمیکنه. مثلا حکم الله هست که شما 5 وقت نماز بخواین، آیا تغییر میکنه؟ مثلا حکم الله هست که دروغ نگوین،
پس آیا با گذشت زمان و عصر دروغ بگوییم؟ زنا نکنین حالا باید خیلی زنا بکنیم، شراب نخورین حالا باید شراب بخوریم؟ ببینید این عالم میگه که احکام الله این قسم است که با گذشت زمان و تغییر پیشرفت های حالات و تجدد الحوادث میگه حکم الله تغییر نمیکنه. حکم الله هم حکم الله است. زنا مجرم است، زناکار مجرم است، شرابخوار مجرم است، 14 قرن قبل پیش هم مجرم بود و حال هم مجرم است. حتی که سبا قیامت هم باشه امروزش این حکم الله تغییر نمیکنه. خب فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى و سنت رسوله صلی الله علیه وسلم. هیچ قضیه نیست از قضایا مگر ای که حکم از او در قرآن و سنت موجود است، نصا منصوص است که مثلا دقیق او ظاهرا او استنباطا او غیر ذلك، یا مثلا نص است یا آشکارا معلوم دار است و یا استنباط میشه از این احکام الله سبحانه و تعالی. علم ذلك من علمه و جهله من جهله. حالا مثلا مگه یک کس بفهمه یا کس نفهمه، لکن امی حکم موجود است. حالا مثلا یک نفر میگه مثلا 1400 سال پیش مثلا طیاره نبود، 1400 سال پیش موتر نبود، 1400 سال پیش مثلا وسایل نبودن. حالا مثلا چطور است برشان ببین 1400 سال پیش وسایل ترانسپورتی چی بود؟ چطور بود؟ اسب بود دیگه، وسایل ترانسپورتی او وقت بود. که کشتی بود. آیا او وقت مثلا رسول الله صلی الله علیه و سر شتر نماز خوانده؟ یک وسیله ترانسپورتی بود. بله، پس وسایل ترانسپورتی امروزی قیاس میشه بالای وسایل ترانسپورتی سابقه. وقتی که رسول الله سر شتر نماز نفل خوانده، ما میتونیم نماز نفل خود سر موتر بخوانیم، در طیاره بخوانیم، در کشتی بخوانیم، در راکت باشه، در چیزی باشه، در ریل باشه، در هر چیز باشه بخوانیم. پس وسیله ترانسپورتی تغییر کرده اما حکم خود تغییر نکرده. در اون وقت نماز نفل میتونستی سر وسیله ترانسپورتی بخوانی، حال هم یا مثلا وقت مثلا با حساب گام های شتر محاسبه میکردن که مثلا اگر یک نفر این قدر به اندازه گام های شتر این مثلا از خانه خود دور شود مسافر گفته میشه. حال مثلا امور آوردن علما میگن که اونم گام های شتر که اون وقت بود حال فعلا 84 کیلومتر است. مثلا اینا اگر شما 84 کیلومتر از منزلتان دور شدین مسافر گفته میشین، بنا نماز مسافران هم میخوانین. اینا اینجا متوجه هستید؟ پس وسیله تغییر کرد، وسیله ترانسپورتی وقت هم بود حال است، منتها حال وسیله تغییر کرد. حکم تغییر میکرد؟ نه خیر، حکم همون حکم است. نماز همون نماز است. 1400 سال پیش هم 2 رکعت نماز فرض بود و حال هم اونم 2 رکعت فرض است. 1400 سال پیش هم قتل انسان بیگناه، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، تا روز قیامت این گپ است که اگر کسی یک مؤمن متعمدا قصدا او را قتل میکنه جزایش است. این حال استدلال از اونا استدلال غلط است. عالم امیر تشریح میکنه. این میگه اگر کس بفهمه یا جاهل یا از این جاهل شوه. وليس معنى ما ذكره العلماء من تغيير الفتوى بتغيير الاحوال ما ظنه من قل نصيب. خب میم سر موضوع دیگهش که سومی چی هسته؟ خب 2 حالت شد. حالت اول فهمیدین ان شاء الله تعالی که یک نفر بیخی شریعت انکار میکنه، دین انکار میکنه. بسیاری سیکولرها هستن که سیکولر شدن و بیدین هستن، اونا میگن قرآن و سنت حال به درد نمیخوره و ما رو تطبیق نمیکنیم، قانون پیشرفته را. این خو انکار شد مطلقا. دوم طایفه کسایی هستن که میگن من قرآن قبول دارم، من سنت قبول دارم، من اجماع قبول دارم، من قیاس قبول دارم، من احکام شریعت الله را قبول دارم، لکن قانون امروزی از او شریعت کرده برتر و خوبتر است و به نفع بشر است و به حقوق انسان و حقوق بشر و حقوق زن یک با مساوی است. این عالم میگه که اینی نفر هم چون حکم مخلوقه که از عقلش ایجور شده بالای حکم ذاتی که حکیم و حمید است ترجیح میده، ای کافر است. کفر اعتقادی است و از ملت اسلام خارج است. الان چقدر مثلا رهبرا هستن در حکومت ها امی عقیده را دارن که وقت امروزشان بحث میکنن امی گپ میزنه و میشن براتون تشریح میکنن. خب اینا که تشریح میکنن و به این عقیده هست و خودش وقتی که پرسان کنید مصاحبه هایش و همراه خبرنگارا وقتی که ازش پرسان میشه و خودش اعتراف میکنه. مثلا بسیاری کسایی هست، حالا مثلا نام بگید بعضی دوستان، من نام نمیگیرم، بسیاری کسا را شما وقتی که مصاحبه هایشون میشنوید یک نفر میگه من مسلمان هستم فلانی هستم، وقتی که باز به پرسانش بکنن که خب حالا که شما اینجا حکومت گرفتین و اینجا مسلمان هستین، مثلا در اسلام بر
قاتل که از سارق که از دست قطع میکنه این چطور است؟ نه میگم این کار نمیگم. آل دیگه ای در محکمه ما این نیست. من عوض قطع دست سرقت کننده من مثلا برازو چی میتونم؟ من برازو باز 2 سال یا 3 سال یا 4 سال مثلا قید میدم و این تطبیق نمیکنم. حالا اینمی نفر چرا تطبیق نمیکنه؟ نمیگه قانون که حالا فعلا ساخته شده، حالا فعلا عصر جدید است و عصر پیشرفت است. اینی قسم از بسیاری کسا به این حساب این جزء عقیدهش است، عقیده خود تشریح میکنه. زبان ترجمان است. ترجمان چی هست؟ ترجمان اعتقاد است، از قلب. مثلا حالا ما از قلب یک کس چی خبر دارم، لکن خود شخص همین قسم تشریح میکنه. از این خاطر عالم میگه که وقتی کس همین قسم استدلال کرد به این معنا که به می عقیده هست. وقتی که به می عقیده شد، قرآن هم قبول داره، سنت هم قبول داره، کلمه را هم میخونه، لکن هم عقیده داره، میگه این حکم چی است؟ میگه این کافر است، این کافر است که از دین اسلام خارج میشه.